مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 7 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 13:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا خوجنبردیف اسدالله سال تولدش 1979 ساکن نویه دیوشتیج هنگام حرکت در روی ماشینگرد نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن نتوانسته به سمت مقابل رو برآمده است و به ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره شورایموف شو مقصود سال تولدش 1968 ساکن شهر استرافشم برخورده است. در نتیجه برخورد مسافر اوپل خوجنبردیف دلشادبک سال تولدش 2005 ساکن نویه دیوشتیج جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخله، تنها در نیمه اول سال 2023 در راه‌های تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده، 514 نفر دیگر جراحت برداشتند.